گذر جمهوری اسلامی ایران از گردنه‌های سخت طی بیش از 3 دهه گذشته میسور نبود مگر به یمن وحدت کلمه و کلمه وحدت در پرتو اجتهاد مبتنی بر شناخت زمان و مکان و تازه ترین راهکاری که رهبر معظم انقلاب اسلامی فراروی دستاندرکاران نظام قرار داده، اجرای شیوه نرمش‌های قهرمانانه در قبال سیاست‌های داخلی و خارجی. بیا بشین همینجا نزدیک ناکس، رفتی اونجا یواشکی که من نشنوم چی داری میگی، حرفا خودتو میزنی، عقل درست حسابی هم که نداری. اگه داشتی از وزارت خارجه دکت نمیکردن تو دم و دستگاه زرقامی. فکر کرده با گذشت زمان چیزی حل میشه. تو ثابت کردی که آدمایی که عوض شدنشون بعیده، عوضی شدنشون حتمیه. داستان یکی بیشتر نیست. بینندگان گرامی شما توجه کنین، من داستان به شما میگم تا این بیاد بره بشینه سر جاش. نظام اگه سیرک باز بکنه درآمدش از نفت بیشتر میشه. مقام عظما نرمش قهرمانانه میکنه، شیخ فری هم رو طناب را میره. کاری که تو سازمان ملل کرد کم از بندبازی نبود، مثل کسی که رو اره نشسته باشه، نمیتونست بره جلو، نمیتونست بیاد عقب. هم باید برای آدمایی که اونجا نشستن صحبت میکرد، هم واسه آدمایی که تو نظام دارن نگاه میکنن که ببینن این چی میگه. آخرش هم که البته از رو طناب افتاد. طفلی چقدر منتظر شد، فکر میکرد با منتظر شدن حل میشه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که به شوته گفتن چشات قرمزه، همینطوری میخوای بری مهمونی؟ گفت نه، صبر میکنم، سبز که شد بعد حرکت میکنم. اینم نمیتونست بره ملاقات، ولی میخواست مخاطبشو حتما ببینه. صبح میرفت ته راهرو با پای چپ، همینجوری تا عصر منتظر میشد، طرف نمیومد. اینم برای خودش نرمش قهرمانانه تکی میکرد. بحث مربوط به نرمش قهرمانانه بازتاب بسیار بسیار گسترده ای رو در رسانه‌های مختلف و بین تحلیلگران پیدا کرده. شاخصه های خط مشی نرمش قهرمانانه چیست؟ شاخصه ها: پا 180 درجه باز، کمر کامل دلا. نرمش این مدلی هم که خب مشخصه، از پیرمردی به سن و سال مقام عظما که پارکابی اتوبوس اسرائیل که بر نمیاد، فشار از بیرون میخواد، تحریم رو فک، وضعیت عراق و سوریه و منطقه رو کت و کول، سرپلن کردن هر کیم که حسابشو بکنی و نکنی تو نظام. این سه تا. این نحوه تعامل و ارتباط بین این سه مشخصه با نرمش قهرمانانه چگونه خواهد بود؟ تو زیاد نگران این سه تا مشخصه نباش، همه اینا رو هم میشن انگشت کوچیکه اون یکی فشاری که استراتژیکی قرار نیست اسمش آورده بشه. اشک مقام عظما رو اون در آورده، جسمش رو اون ناقص کرده. اصلا واژه جام ظرف کار اوناست. چرا این واژه هزاران بار در یا باستاب داشته یا راجع بهش صحبت کردن؟ چه اتفاقی افتاده؟ با این هوش و حواست دیگه چه اتفاقی میخواستی بیفته تا هوشت بیاد سر جاش؟ مثلا برنامه گذاشتی برای اتفاقی که نیفتاده؟ دهن منو باز نکن دیگه. تو حالی نیست که این حرفا که نمیدونم پیامتون رو شنیدم و حالا دیگه میخوام نرمش بکنم و اینا بوی الرحمن میده؟ یا فکر کردی که مثلا مقام عظما بر و بازوشون قوی شده که الان آخر عمر یاد نرمش افتادن؟ چرا این حرفا 5 ماه پیش نمیزد؟ خب انتخابات برگزار نشده دیدی؟ پس تو هم میتونی یه چیزایی رو بفهمی. این مال داخل. یه مثالم از منطقه. بشار که کله پا بشه چی سر عظما میاد؟ بحث سوریه که خب همگان میدونن که ایران از پشتیبانان معنوی سوریه به عنوان یک کشور محور مقاومت. آره، پشتیبانی معنوی. حاج قاسم سلیمانی هم شدید درگیر کار معنویه. بعضی مقامات سپاه هم وسط کار معنوی کشته شدن دیگه. ولی نگفتی بشار کله پا بشه دخلش به عظما چیه؟ در هر حال یک ادعایی داشت و یک تلاشی کرد و شکست خورد. خب اینها در این مقطع معانی مختلفی داره. آره، معنی ساده‌ش اینه که لنگای عظما رو به هوا الی السما.
علل ارض و روی زمین کدام شاخصه ها رو میتونیم براش تعریف کنیم؟ تو هم خفه کردی خودتو با این شاخصه. یه کلمه یاد گرفتی خودتو به باد دادی باهاش. از قدیم گفتن به گربه که بگی درمون دست توه همین کارهای تو رو میکنه. جمع‌الدینم خودم میکنم. کاری که شیخ فری با عظما میکنه ریختن زوری جام زهر تو حلقومشه. بلایی که به سرش میاره رو خود شیخ فری هم حالیش نیست. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که از شوته پرسیدن کجا بودی که لباسات و کفشات انقدر خاکیه. گفتش که با بابام رفته بودیم استخر. گفتن آخه استخر که آدمو خاکی نمیکنه. گفت هیچی، بابامو هل دادم تو آب، شنا بلد نبود غرق شد، رفتیم خاکش کردیم. شده حکایت مقام عظما. دستیار